سلام. به رازنامه خوش اومدیم. آدما بیشتر از هر چیزی وقت و انرژیشون رو صرف خودشون میکنن. حتی وقتی داریم در مورد دنیا فکر میکنیم، باز داریم از فیلتر خودمون نگاه میکنیم. این طبیعی به نظر میرسه، ولی واقعاً چرا؟ چرا این همه درگیر من هستیم؟ ما از بچگی تو سیستمی بزرگ میشیم که هویت، رقابت، دستاورد و قضاوت رو به من گره میزنه. هویت اجتماعیمون، داستانهایی که برای خودمون میسازیم، حتی دردهایی که تجربه کردیم، همگی دارن یک تصویر محکم از من میسازن و ما اون تصویر رو مقدس میکنیم و اینجاست که درد هم شروع میشه. چون وقتی من رو بیش از حد جدی میگیریم، همه چیز شخصی میشه، همه چیز تهدید کننده به نظر میاد. شاید لازم این جدیت رو یک بار زیر سوال ببریم. شاید باید بدونیم که رها کردن من به معنای از بین رفتن ما نیست، بلکه به معنای دیدن چیزیه که پشت نقاب من پنهانه. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یه سوالی که خیلی از ما رو درگیر کرده، مخصوصا وقتی وارد دنیای خودشناسی یا فلسفه میشیم. چرا ما اینقدر من رو جدی میگیریم؟ اصلا این من چیه؟ یه واقعیت مطلقه یا ساخته ذهنمونه؟ ما از کودکی یاد گرفتیم خودمون رو با اسم، ویژگی‌ها، رفتارها، خاطرات و حتی زخم‌هامون تعریف کنیم. انگار یه داستان داریم که اسمش منه و این داستان هسته تمام تجربیاتمونه. ولی بذار یه چیزی ازت بپرسم. اگه تو خودتو فقط از طریق این داستان ببینی، چی رو نمیبینی؟ فروید میگفت روان انسان 3 لایه داره. اید یا همون نهاد، ایگو یا همون من و سوپر ایگو یا همون فرامن. اون چیزی که ما به عنوان من میشناسیم همون ایگوه. وظیفش چیه؟ حفظ امنیت روانی. یعنی مدام باید تفسیر کنه، دفاع کنه و معنا بسازه. و خب چون ایگو میترسه که بی‌هویت بشه، دست به دامن داستان سازی میشه. پس هرچی بیشتر با من هم هویت بشی، بیشتر درگیر رنج‌هایی میشی که ایگو ازشون میترسه. مثل ترس از قضاوت، از شکست، از دیده نشدن. ایگو همون صداییه که میگه من باید موفق باشم، نباید اشتباه کنم، نباید تحقیر بشم. ولی مشکل اینجاست، ما فکر میکنیم که این من ساخته شده واقعیه. یک جمله کلیدی از یونگ هست که میگه تا ایگو رو از جایگاه خدای درون پایین نیاری، حقیقت رو نخواهی فهمید. در واقع یونگ میگفت مشکل از جایی شروع میشه که ایگو خیال میکنه پادشاه روحه و وقتی ایگو بیش از حد جدی گرفته میشه، ما از کل وجودمون جدا میافتیم. اینجا یه نقطه جالبه. خیلی از مفاهیم روانشناسی و توسعه فردی میگن که باید خودتو دوست داشته باشی که کاملا درسته. ولی گاهی این جمله اشتباه فهمیده میشه و میشه بهانه‌ای برای تقویت خودخواهی. وقتی میگیم خودتو دوست داشته باش، یعنی با خودت مهربون باش، نه اینکه ایگوت رو پر و بال بده. ایگو میگه من باید مرکز دنیا باشم، اما خودآگاهی میگه من بخشی از دنیا. رها کردن من یعنی بدونی که تو بیشتر از داستانتی، یعنی بفهمی که مرکز دنیا نیستی و این رهایی داره. وقتی من رو جدی نگیری، چیزای زیاد دیگه‌ای هم برات سبک میشن. حرف بقیه ناراحتت نمیکنه، چون نمیخوای از یه تصویر دفاع کنی، کمتر مقایسه میکنی. توی ارتباطاتت بیشتر گوش میدی تا اینکه فقط بخوای دیده بشی. پس دفعه بعدی که احساس کردی یه چیزی بهت برخورده، یه لحظه مکث کن و بپرس کی بهش برخورده؟ من واقعیم یا اون داستانی که از خودم ساختم؟ مولانا تو مثنوی یه بیت داره که میگه این من و ما زین من و ما میرمد، جان ز نقش نام پیدا میشود. یعنی چی؟
مولانا داره میگه انسان واقعی یا همون جان از قید و بندهای ظاهری مثل اسم، مقام، خودخواهی و جدایی میگذره و از دل این نقش‌های ظاهری حقیقتش آشکار میشه. در واقع تا وقتی توی من و ما غرقی، یعنی در خودبینی و دلبستگی به نام و نشان، حقیقت رو نمیبینی. اما وقتی این پرده ها رو کنار بزنی، جانت یا حقیقت وجودت خودش رو نشون میده. خیلی خلاصه بخوام بگم، مولانا میگه باید از من و ما یا همون غرور، نام، شهرت بگذری تا حقیقت اصلی خودت رو کشف کنی. جان ما در ذات خودش بی فرمه، بی مرزه و یکیه با هستی. اما وقتی به دنیا میاد، اسم میگیره، شخصیت میسازه، نقش برمیداره و از همونجا هم محدود میشه. در عرفان هر جا من هست جدایی هست. وقتی میگیم من، یعنی داریم یه دیواری میکشیم بین خودمون و بقیه جهان. حالا چرا شناخت ایگو مهمه؟ چون اکثر رنج هامون از دفاع هامون برای حفظ ایگوه. چون وقتی من رو زیادی جدی بگیری، هر اتفاق بیرونی رو به خودت میگیری و ربط میدی. چون آزادی درونی با رها شدن از تصویر ساخته شده من ممکن میشه. اینم بگم که ایگو دشمن نیست. ایگو در اصل یه ابزار بقاست. اون بخشی از ماست که سعی میکنه ازمون محافظت کنه. و به طور خلاصه برخورد سالم با ایگو یعنی دیدن ایگو بدون چسبیدن بهش، مراقبت از خود بدون خودشیفتگی، شنیدن انتقاد بدون فروپاشی، تجربه غرور بدون توهم برتری و پذیرش خود بدون افسانه سازی. و این بود رازنامه. نظرتو حتما توی کامنت ها بنویس و اگه فکر میکنی تو هم یه بار حتی یه لحظه با داستانی که از خودت ساختی اشتباهی هم هویت شدی برام بنویس. و اگه این رازنامه برات جالب بود بفرست برای کسی که فکر میکنی باید همین الان اینو بشنوه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. رازنامه ادامه دارد.